اینجا ورفام یکی از روستاهای بخش هزارجیری به نکا. این هم از زمین های کشاورزی که همه کاشته شده، یا جو یا گندم. بیشترشون حالا ببین اینجاها با دست درو کردن، جمع کردن داخل زمین ها. کمبای وجود نداره که زمین های ما رو کمباین بزنه. زمین همه کفیه، همه زمین ها کف. زمین پشت زمین هم همینطور. این هم از روستا. اون یه سری هم تو آفتاب گردان کاشتن. این بر زمین ها رو نصف نکاشتن، یعنی این جاها، این پایین دست زمین هایی که الان اینجا شدی میکنی، این زمین ها رو کاشتن. در نبود کمباین اینجا با دست درو کرده، اینجا با دست درو کرده، اینجا با دست درو کرده. زمین های کف، کمباینی وجود نداره. روستاهای محروم، دور افتاده، هیچ امکاناتی وجود نداره فعلا، تا ببینیم چی میشه. حالا میارن آقایون دیار شورا یا نه. با تشکر از همه عزیزان